شعبه پلیس نقلیات ایستگاه روی اوهانی الینسکایا در کشور کراسنیارسک روسیه صاحبکار توجک هایدروف دورون سعیدوویچ سال تولدش 1983 را تحت جستجو قرار داده است. اعلان جستجوی این صاحبکار توجک اتفاقا روز 24 نوامبر سال 2022 در زودروز هایدروف دورون نشر شد. پلیس میگوید دورون هایدروف از جوابگری فرار کرده است. گفته می شود که او بر اساس ماده 226 قسم 1 کودکس جنایتی روسیه به قاچاق محصولات سخت تاثیر، زهردار یا ترکنده ایبدار می شود. پلیس درباره پرونده این صاحبکار توجک تفسیرات دیگر نداده است و معلوم نیست که او را مشخصا به چه گناهکار می کنند. بنا به معلومات از منابع رسمی دستگیر شده هایدروف دورون سعیدوویچ مؤسس و رهبر شرکت واولون بود. این شرکت 22 ژانویه سال 2016 در شهر کراسنیارسک روسیه ثبت نام شده در حجت‌های اوینومویش درخت بوری، تخته بوری و فروش عمده و چکیده محصولات تخته را همچون نوع اساسی فعالیت خود ذکر کرده است. بنا به حساب‌های مولوی شرکت حجم گردش محصولات واولون در سال 2016 نزدیک 15 میلیون روبل و در سال 2017 نزدیک 45 میلیون روبل را تشکیل داده است. درباره فعالیت دورون هایدروف در سالهای بعدی معلوماتی نیست. تنها ناظرات انداز بین نویوی رقم 8 کشور کراسنیارسک خبر داده است که هایدروف دورون سعیدوویچ به سبب به پایان رسیدن مهلت اعتبار حجتی که حق بود و باش موقتی یا دائمی او در قلمرو فدراسیون روسیه را تصدیق میکرد فعالیت خود را قطع کرده است.